این چیزها رو من نمیتونم ببینم. آزاده انصاری، CNN. تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خونبار ناهنجار. تفنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن، من اما پیش این اهریمنی ابزار بنیان کن ندارم جز زبان دل، زبان دل، دلی لبریز از مهر تو ای با دوستی. آدم‌های بزرگ درباره ایده ها سخن میگویند، آدم‌های متوسط درباره چیزها سخن میگویند، آدم‌های کوچک پشت سر دیگران سخن میگویند. آدم‌های بزرگ درد دیگران را دارند، آدم‌های متوسط درد خودشان را دارند، آدم‌های کوچک بی‌دردند. آدم‌های بزرگ عظمت دیگران را می‌بینند، آدم‌های متوسط به دنبال عظمت خود هستند، آدم‌های کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می‌بینند. آدم‌های بزرگ به دنبال کسب حکمت هستند، آدم‌های متوسط به دنبال کسب دانش هستند و آدم‌های کوچک به دنبال کسب سواد هستند. آدم‌های بزرگ به دنبال طرح پرسش‌های بی پاسخ هستند، آدم‌های متوسط پرسش‌هایی می‌پرسند که پاسخ دارد، آدم‌های کوچک می‌پندارند پاسخ همه پرسش‌ها را می‌دانند. آدم‌های بزرگ به دنبال خلق مسئله هستند، آدم‌های متوسط به دنبال حل مسئله هستند، آدم‌های کوچک مسئله ندارند. آدم‌های بزرگ سکوت را برای سخن گفتن برمی‌گزینند، آدم‌های متوسط گاه سکوت را بر سخن گفتن ترجیح می‌دهند، آدم‌های کوچک با سخن گفتن بسیار فرصت سکوت را از خود می‌گیرند. خب ما زمانی نداریم دیگه برای کاری، اجازه بدید که خب من میخوام یه گزارش دیگه هم براتون پخش کنم، نمیدونم به اون برسیم یا نرسیم. این گزارش رو میذارم آخر برنامه، اینو بذاریم مثلا توی برنامه دیگه، اشکال نداره. این گزارش 7 رو میذاریم بچه برای برنامه بعد. میخوام یک مصاحبه ای رو از روزنامه همشهری براتون بخونم. همشهری ماه، مجله همشهری ماه در شماره مهر ماه خود با خانم لاله افتخاری، نماینده خیلی اصولگرای مجلس، یه مصاحبه ای داشته. عکس این خانم لاله رو بذارید لطفاً که دوستان بدونن ما راجع به کی داریم صحبت میکنیم. شماره 8. بله، این خانم لاله افتخاری نماینده اصولگرا، یعنی میدونین چجوری دیگه، از اونا که خیلی سفت و سخت مسلمونه، دو آتیشه حزب اللهی فلان و یه حرفا هستن. حالا یه بخش از مصاحبهشو من براتون میخونم. به گزارش خبر آنلاین بخش‌های خواندنی این مصاحبه به این شرح است: الان یادم نیست که چند خواستگار داشتم، اما یادم هست که خیلی زیاد بودن و حتی با هم دعوا می‌کردن. یک بار 2 تا از خواستگارهایم با هم به منزل ما رسیدن. این 2 بیرون در حسابی با هم دعوا کردند. انقدر دعوای آن 2 بالا گرفت که خانواده من را به هیچ کدام از آنها ندادند. بنده با نظر خانواده ازدواج کردم و همیشه نظر آنها برای من مهم بوده است. شروط ازدواج من ایمان، ساده زیستی و ولایت مداری بود، در کنار شرایطی از قبیل ادامه تحصیل دختران و عدم تمکن مالی بسیاری از پسران. حاکم شدن دیدگاه‌های جهانی فمینیستی در جامعه نیز از عوامل اصلی افزایش سن ازدواج در دختران شده است. مهمترین راه برای افزایش ازدواج در جامعه تولید شغل است.
پدیده چند همسری در جامعه وجود دارد، اما ما در لایحه خانواده خواهان ساماندهی این مسئله هستیم. آدم وقتی که راجع به این میگه که من چندین تعداد زیادی خواستگار داشتم، اینا آدم فکر کنه مثلا جنیفر لوپز داره اینو میگه، نمیدونم مثلا کی داره اینا رو میگه، بعد میبینه نه خانم لاله نماینده مجلس شورای اسلامی داره این حرفا رو میزنه، هیچ اشکالی هم نداره. خب دوستان، من چون برنامه‌های تلویزیون تغییراتی در برنامه‌های پخش زنده و غیرش کرده، مجبورم یک کمی زودتر برنامه رو ببندم. برای همین میخوام در انتهای برنامه دعوتتون کنم شما رو به دیدن یک ویدیو از یک شماره 10 بریم بچه‌ها، از یک دختر بچه، یعنی جوانترین دختر خواننده‌ای که CD و دیویدیاش به فروش میره. این خانم کلوپاتراس اهل سربستانه اگه اشتباه نکنم، که پدرش هم البته خواننده است، ولی خب این کوچولو تونسته جای خودش رو بین خواننده ها باز کنه. خیلی شیرینم میخونه. میریم با هم نگاه میکنیم. دوستان عزیز، اگر با من میخواید در تماس باشید از طریق ایمیل برنامه من dibageri@channel1hd.com یا رنگین کمان از channel1hd.com میتونید با من در ارتباط باشید. بسیار خوشحال میشم نظرات شما راجع به برنامه داشته باشم. دیویدیوهای هر کدوم از برنامه‌ها رو هم میخواین با ذکر موضوعی که در برنامه بوده بگید، بخش بازرگانی براتون کپی این برنامه رو میفرسته. خدا یار نگهدارتون تا برنامه آینده. Coat is inside out, there is no sun about, nothing is going good. Since I think of Gibson, but Gibson's not in town. I was for him around, it seems to me he's gone. He got a broad heart, I feel me very hard. Want, I don't know what I want. I know that you like me too. Gibson, what is up with you? You come or either go. You tell me yes or no. Gibson, please don't lie to me. Tell me what you have to be. Gibson, tonight I'm waiting at the wicket. Me at the station, you've got a ticket, come to. But don't come as you did before. As usually with empty-handed walls. All wait I see for you as I do. Entire evening just getting late. Gibson, show me a girl who's fond of you, that loves you more as much as I do. Te aștept de seară la portiță, lângă portița de la școală vino. Dar lume nu vine cum vii tu, de obicei cu mâna goală cine te mai așteaptă ca și mine, o seară întreagă numai pe tine. Gibson, arată-te o fată care să te iubească așa de tare. Gibson, te aștept de seară la portiță, lângă portița de la școală vino. Dar lume nu vine cum vii tu, de obicei cu mâna goală cine te mai așteaptă ca și mine, o seară întreagă numai pe tine.